درگاه کعبه هستیم، درگاه کعبه هستیم. سلام علیکم دوم بخیر مهربان شما را به امروز برسونه. خداوند در هر یک کارت شفا و نصیب بگردونه. آرزو دارم که خداوند هر یک مسلمان همین خانه نصیب بگردونه. چی قدر میتونین انشالله در راه خیر کار کنین، انشالله که بختیار این خانه خدا نصیبت میگرده. انشالله خداوند هر یک بنده مسلمان شد که است حرکت از من برکت وقتی در راه راست صراط المستقیم حرکت کرده انشالله بختیار جان این خانه نصیبت میگرده. فقط ناامید شیطان است، با امید مثلا بندگانش با امید است حرکت که انشالله خدای مهربان این خانهش نصیبت میگرده. بختیار جان الله آرزو دارم که خداوند هر یک بندش این خانه نصیب گردونه. بختیار جان شما را خداوند و این خانهش نصیب گردونه. السلام علیکم دوستان عزیز مهربان و شنوندگان کانال بختیار تیجی. امیدوارم که همه شما خوب صحت سلامت هستین. دوستان عزیز خیلی که ویدیو را تماشا کردین. خیر مهاجر این دوستی بهترین ما حاضر در خانه خدا در کعبه قرار دارد. امروز برای ما برای هر یکی شما دعای خیر کرد و میگه که الله مهربان همه تونه خانه خدا را نصیب بگردونه و ایمینای برای ما برادر دعا کرده که مثلا ما سالهای زیاد میشوه که آرزو میکنم خانه خدا برم برادر، اما با پول عرق جبین من مثلا هر بیزنس دارم مثلا پول میوم نمیوم نه که میخوام که همو پولی که اویلی که کار میکنم زحمت میکشم پولی که با آسانی نمیبیوید با قینی میبیوید با همو پول میخواهم خانه خدا بروم. همه مبلغ انشاءالله جمع شود برادران عزیز محترم. انشاءالله خداوند میگم اول خانه خدا را نصیبم بگردونه بعد کفنه. من همیشه آرزو دارم که انشاءالله با دستگیری شما انشاءالله با دعای شما خانه خدا نصیب میگرده انشاءالله. این همیشه حاجیات دعاگو باشن. برادران عزیز محترم کسی که آرزوی خانه خدا را رفتن داره از صدق دل مهنت کنین توبه کنین و بعدا خانه خدا روین. مقصد از این ویدیو کردن برای چی بود؟ پولی که با عرق جبین با مهنت حلال به دست میآید خانه خدا میرین انشاءالله او حج قبول ای. وقتی که سومی که از آسمان میافته یعنی که یک کس فریب میکنه یک راهی آسان قطی اومدگی بگیم او پول قطی پروست میری سیرگشت میکنی و نه که حج قبول نمیشوه. الله مهربان خودش وعده کرده که او بنده را ما دوست میدارم که پولی عرق جبین قطی مقصد پولی مهنتی قطی میویا خانه خدا را زیارت میکنه او حاجی میشوه و او را ما چی گناهی که کردگی ما او را میبخشم. مثل یک میدونین چی میشه یک طفلی که نو تولد شدگی اونم تری میشوه پاک و پاکیزه میشوه. نه که حاجیایی که امروز میوین دیون باره دروغ میگن زنا میکنن یا اینکه کاری بد میکنن پس او حج رفتگی وای یک سیرگشت بود رفت چی دوبای برا چی یک امریکا بگیره چی هندوستان برا چی ترکیه همش یک غم غلطه. برای هوای از همه شما برادران خواهران عزیز با دقت گوش کنین. پس از خانه خدا رفتن آمدن شما باید دیگر بشین. گبزنیتون دوشونی میگن که روسا از تحت دل از ونوتری از درونی شما باید شما ایواز بشین خطان. برای که این دنیا هیچی نیست برادرها گذرنده میگذره. توبه که کردی انشالله در آخرت یک جایی هست یک مقاماتی هست که ما اوجره به چشم سر دیده نمیتونیم و آرزو میکنیم که در او بهشت ما سیرگشت کنیم در باغهای بهشت ما سیرگشت کنیم. کیده نمیفوره همه ده میفوره. اما عملهای بدی که در دنیا میکنیم قسم میخوریم حاجی میشیم
باز به کارهای بد دست میزنیم، پس جای ما کجای؟ زیر جهنم، آتش دوزخ. ما اصلاح شده نمان در کار، چون که این دنیا حضرت نوح میدونه چقدر سال عمر دیده بود، یا که فرعون لعیم، همه اونا رفتند. اگر این دنیا وفاگی میکرد با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وفاگی میکرد، تا امروز زنده می بود. نفهمین؟ اما پیامبر ما همیشه با ماست، او در دل ما همیشه زنده است. برادرها، مهر دنیا را در دلتان نبندین. من یک وقتای باور کنین نکنین، مهر دنیا در دلم بود. زمین بخرم، ماشین بخرم، خانه بخرم، شکر خدا صاحب خانه هم شدم، صاحب ماشینم میشم، قوتش دارم. لیک فکر کرده ببرو، همون خانه و ماشین، همون خریدگیات در نظرت هیچ یک قدری نداره. پیش آرزو میکردی داشته باشم، حاضی در نظرت قدری نداره. شکر میکنم، الحمدلله شکر میکنم که ما دارم. لیک اخیرت آباد کردن در کار. چه خیلی که این دنیا مون آباد کردیم، حاضی خانه خریدیم، کتش خریدیم، خانه های دبدبناک. او دنیا در اخیرت آباد کردن در کار. این دنیا را آباد کرده تا نیستیم، پس با واسطه این دنیا او دنیا مون باید ما آباد کنیم. این دنیا برای ما یک شانسه، یک گردش هست که ما باید او دنیا مون آباد کنیم. مقصد دیگر در چیه؟ او دنیا را آباد کردن شد، در این دنیا آباد میکنی، بعد او دنیا میره. نه که اگر تو در اینجا برای او دنیا هیچ کاری نکه، دستی خالی برا پگه پیش پروردگار در چی میگوی، چه میخیزی؟ های بر حال کسانی که از پشت مال دنیا میدوند، نه روزه میگیرند نه نماز میخونند. همین خیری مهاجر ما تماشا کردم، من همین بیگانی بود در ایما قطیش ویدیو ویزف گپ زدم، گفتم کوچه برو ما کوچه های مدینه را نشان داد. ما باور کنین اشک از چشمام خارج میشه، اشکی خرسندی های. یک اشک هست که او را خودت حس کرده میتونی، دیگر او را نمیفهمن. پس برادران عزیز، خواهران عزیز محترم، این دنیا هیچی های، فقط فکر اخیرت کردن در کار، پدر مادر احترام کردن در کار. همین گپی بد، سخنی بد در یگان جا به کار نمیره. فقط از پی آبادی دنیا شدن در کار که این دنیا را آباد کنیم، خانه و در، ماشین، زن و فرزند، همچنین فکری برابر این دنیا، همچنین فکری او دنیا را هم کردن در کار. میفهمین؟ این دنیا زندگی کردن، خانه در، زن و فرزند سنت های، اما فکر او دنیا کردن برای ما فرض و قرضه که ما باید کنیم. کسی که نمیکنه عذابش بی نهایت مشکله. الله مهربان همه ما حفظ کنه، خانه خدا برای ما نصیب کنه. آمین یا رب العالمین. ویدیو را به همین جا به آخران میرسانیم و یک چند سخن گفتنیم در آخران ویدیو که کسانی که فرزنددار نمیشن، برادرها خوب گوش کنین، کسانی که فرزنددار نمیشن توصیه میتیم برای زن و مرد داروهای گیاهی اپیدومنای پست هسته که از 21 گیاه تیار شدگی و از 21 درد دوام بخشه. و همچنین روغن سیاه‌دانه داریم. انا بی نهایت برای گرده، برای خلاصت چی دردی که دارین، شما فقط مراجعت کنین،
дастафка ба Россия, Тоҷикистон 20 платна дорем бародаро аз ширкати мо. аз номи канали мо гап занен, иншоалло боз тахфиф карда мешава. аллоҳ ёру мададгоратон то видеои оянда. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. аммо баъд банда бо шумо будам.